ای مردم چرا کربلا 3 شبانه روز 4 شبانه روز میمونید، نجف 3-4 شبانه روز میمونید، تا سامرا میرید 1 ساعت خونه امام زمانتونه، محل دفن 2 امام معصومه، 2 بانوی مجلله، حضرت حکیم خاتون، حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان. وقت شما از کنار قبر این بانو میگذری فقط یه عکس میگیری، یه زیارت جامعه کبیره که از انشاءات امام عادیه نمیخونی، زیارت این بانو رو نمیخونی، زیارت حضرت حکیم خاتون رو نمیخونی، برو اونجا شب بخواب استراحت کن، با نشاط به زیارتشون برو، 2-3 روز اونجا بمان. بارها افراد در سرداب مطهر امام زمان رو دیدن. سید ابن طاووس میگه از پله‌های سرداب میرفتم پایین، دیدم صدای نجوای مولایم صاحب از زمان به گوش میرسد: اللهم ان شیعتنا منا. خدایا شیعیان ما از ماین، از زیادی گل ما خلق شده اند. خدایا این شیعیان ما گناهانی مرتکب شده اند، بعضی از این گناهانشون حق الله، بعضی حق الناس. اونایی که حق الله به احترام ما ببخش، اونایی هم که حق الناس از زیادی خمس ما بردار بینشون تقسیم کن، اینا رو راضی کن از یکدیگر. اینقدر امامت مهربانه. چرا نمیمونی سامرا؟ چرا نمیمونی سامرا؟ چرا با امام زمانت حرف نمیزنی، درد دل نمی کنی، مشکلات تو با مولایت در میان نمیگذاری و از حضرت حاجت نمیگیری؟ سیدی ابن الحسن ما را ببخش اگر به سامرا آمدیم زیارت درستی نسبت به پدر و جد و مادر و عمت نداشتیم، حتی تو سرداب یه زیارت درستی نسبت به شما نداشتیم.